در زمان خلافت امیرالمؤمنین عثمان ابن عفان رضی الله عنه یک مرد اعرابی به مدینه منوره تشریف آورد، سراغ طلحه ابن عبیدالله رضی الله عنه را گرفت. وقتی که حضرت طلحه را براش نشان دادن، آمد نزدش گفت یا طلحه، ما به تو خویش تباری نزدیک هستیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مسلمانان را وسیله رحیم دعوت کرده است، شراب ما را در مد نظر نمیگیری، بسیار زندگی مشکل دارم، قرضدار هستم و هزار امید نزدت آمدم. حضرت طلحه ابن عبیدالله از اشراف قریش بود. قریشی ها نسب شناس بودند. اصلا نسب شناسی علم است و کسایی که نسب شناس بودند عالمی اما زمان خود محسوب میشدند. وقتی پرسیدش که منسوب به کدام قبیله هستی، در حال نزد حضرت واضح و آشکار شد که همین مردک بیچاره دروغ میگه. یگان رابطه و نسبت به قریش و به مضر ندارد. چی جایی؟ به طلحه ابن عبیدالله. اما دید که مرد واقعا کار افتاده است، از روی مشکلی و اجباری دست به دروغ زده است. گفت برادر جان، بسیار وقتم خوشی که تو برای یک خویش تباری پیدا کردم، من از وجود دیده خبر نداشتم. الحال گفت چی میخواهی؟ گفت یک دست قرضدار هستم، اگر یک کمک میکردی. گفت برادر حالی پولی نلیچه ندارم، مبلغی تیار در دستم نیست، اما یک زمین دارم. همین حضرت عثمان 90,000 درهم خریدار شده است. خلیفه مسلمان ها را چند بار شد التماس میکنه که در 90,000 درهم اما زمین به من ایده و فروش نمیتونش. اگر بخوایم زمین هدیت میکنم. یه عربی گفت من زمین را چیکار کنم؟ من در اینجا مسکون شدنی نیستم، با همون قوم خودم برمیگردم. گفت یک لحظه صبر کن. نزد حضرت عثمان اومد گفت یا امیرالمؤمنین مبلغ تیاره؟ گفت ها. گفت دادوش اینا فروختش و همون 90,000 درهم آورد در دست یعنی اعرابیه که نمیشناختش، بر دروغ چه آمده است کش حضرت عثمان گرفته است تسلیم کرد. وقتی اعرابی پولی بسیار گرفت، این بیچاره گمان داشت که یکون 10 درهم میتن، 20 درهم میتن. 90,000 وقتی در خلفه آورد در پیشش ماند، در زمین شیشته فریستن شروع کرد. زار گریه کرد. گفت برادر یکون کمالی شد، یکون مصیبت داری، چی درد داری که گریه میکنی؟ گفت من به همین خواب گریه میکنم که همین کسافت چقدر دیرش میشود که تو برای این جوان مرد میخرم. وقتی از دنیا گذشتی تو را در سینه خواب وقتی گوراندم، من به همین خاکی بدبخت گریه میکنم که چقدر دیرش میشود که تو را بخرم، تو برای این جوان مرد. الله اکبر. واقعا در جامعه ما هستند، گویا زیاد هستند، اما جوانمردای واقعی کم هستند. اکثر ثروتمندا مستاقش و همین شعری این بزرگ است که گفته است دولتش را فیل بردارد بیانش بشکند، همتش را پشه بردارد به هندوستان برد.